را میریم خود تا متروی بود یک پیش چند زویلگه من میتونم واقعا اونم که بعد در دل نمونه ده در کت خونه ما در کت خونه بوی سورین خواهم تو میخوام و کوتاه میرم بدر خونش میرم انا بوبی حسوری مهمونو را تبریک میکنه که رفته ساق سلامت زیارت کنن حجاش قبول شود خدایا خداوند کریم و همین چیزی که در دنیا مقصد داشته باشند با همون مقصد برسند ما و شما را هم به نور ایمان مشرف گردونه همین خونه پدر ما رو 108 سال شده گیه 108 سال شده برای خاطری همین اومدن این همین بچه ها جون در همین جمان مقصد شسته ایستم زندگی نه منو کم کرد شما را حتما گرفتن دکر نه یا ای تخشوفه نگه چی بود گرفتم رحمت شو بود هم مرا شما این آمده در خونه در کلانان در مقصد شما خدا همین به مقصد برسه چی الهی کی را بگی حسن ایست بیو حسن حسن در روشنی بیست ایگاری من بیا ایگاری من حسن ایست بیو ببین کنم که من در کار میشه یا که بونو میوم هم میشوری بیا این نمسته یا نمسته یا نمسته ما ای همه حسن جان ما این خطی موی او گسکومده در همچه خدمت که از قطعی میره و گواره میبنده اسب بچه که مزوریه؟ بچه کی نظری شو اونا اگه حاضری از چیزی هستن که هیچ نمیتونن او بچه خودش در ملکوی اگه کنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برخ عبدال و ارواحایشونو در پشت قنات باشن ساک سلامت رفته زیارتا قبول شود و مراد و مقصد برسه الله اکبر همین روز دیگر تینیم قلیلی کالبصر خاسیا وهو حسیر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الله ربنا وهو رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الهی من حد کردیم ثواب سمره و اتباع قرآن کریم در روضای خدا بر روح محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بر روح جمیع پیغمبران اولیاء انبیاء عزیزان بزرگانی که در اولی تا آخری گذاشتن خصوصا و جمیع روح ارواحی که پدری بابیگی اهل اقربای ما گذاشتن امرزه حق شایسته جنت طریق رحمت اللهم اغفر لي ولوالدي والاستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات مسلمين ومسلمات برحمتك يا الرحمن الرحيم. این الهی آمین. خدایا خداوند کریم ساق سلامت رفته حج قبول شود و مراد مقصد برسه. الله